رشته جوجیتسو یکی از رشته‌های قدیمی ژاپنی هستش که در چند استایل برگزار میشه. استایل فایت، ترکیب کاراته و جودو و استایل برزیلی که حالت نوازا هستش و خلاف مفصل و تمام تکنیک‌ها داخلش هستش. اکثر رشته‌ها به این رشته روی آوردن. خیلی رشته بسیار کاملی هستش برای دفاع شخصی خصوصاً. و استایل کانتاکت جوجیتسو که ترکیب کیک بوکس و جودو و همون ترکیب برزیلی هستش. ما الان حدود از سال 95 استارت سازمان یافته جوجیتسو توی استان مرکزی زدیم. خدا رو شکر الحمدلله قهرمانای خوبی داریم سطح بین‌المللی. بحث حرفه‌ای ما قهرمانای بسیار نامداری داریم. اکبر صابری، آقای محمد جواد رضایی، آقای کمانی، سامان مشتاق و کسایی که دیگه حالا حضور ذهنشون دارن. بحث بانوانمون خیلی فعاله توی استان که سرکار خانم بغدادی زحمتشو میکشن و ما تمام سعی و تلاشمون اینه که انشالله از دل این مسابقات یه تیم بسیار قوی و منسجم برای مسابقات قهرمانی کشور انتخابی یه تیم ملی اعزام کنیم. به نام خدا، فرود کریمی هستم. مسابقات در وزن مثبت 94 کیلو جوانان برگزار شد به تاریخ 7 مهر. اینکه من الان حدود 1 سال خورده دارم جوجیتسو کار میکنم. یه هنر رزمی تن به تنه. به نام خدا، اکبر صابری هستم. چند دوره قهرمان آسیایی شدم که امروز هم با مسابقات قهرمانی استان ان شاءالله که بتونیم راهی مسابقات کشوری بشیم و بتونیم مقام بیاریم. سطح مسابقات هم خدا رو شکر امسال بار اولی بوده که اینجا برگزار شده. دست استاد شفیعی درد نکنه، زحمت کشیدن. سطح مسابقات خیلی خوبه، عالیه. بچه‌ها امسال چون سال اولشون بوده خوب اومدن شرکت کردن. سطح مسابقات هم خوبه خدا رو شکر. سطح مسابقات خوب بود. و اینکه هر کسی که مثلا مسابقات اعزام میشه آمادگی لازمو داره واسه مسابقات. و اینکه اصلا ورزشی هم نیست که کسی که بخواد داره شرکت بکنه تو مسابقات این نظر داشته باشه که آماده نیست. اگه مثلا آماده نباشه نمیتونه نتیجه خوبی در مسابقات بگیره. و اینکه تمام کسایی که میان تمام آمادگی لازمو دارن. سال پنجمم که جودویتسو شرکت میکنم. قبلش کشتی کار میکردم. چند دوره هم قهرمانی آسیایی دارم. کم شنوایان قهرمانی المپیک دارم. طلای المپیک رو گرفتم، طلای جهانی رو گرفتم. مسابقات برزیل بودم. دیگه کمی سنمون که رفت بالا قاعدتا اومدیم تو جودویتسو شرکت کنیم تا توکل به خدا بتونیم مسابقه هم مقام بیاریم. این دوره از مسابقات به مناسبت گرامی داشت 7 مهر روز آتش‌نشان و شهدای آتش‌نشانی برگزار شد که ما شهدای آتش‌نشانمون خیلی برامون ارزشمندن. زحماتی که میکشن کادر آتش‌نشانی چه از شهری چه صنعتی ما دستمزدشون هستیم. انشالله همیشه سالم باشن، ما هم قدردان زحماتشون هستیم. امروز که الان خدمت شما هستیم در سطح شهرستان اراک 7 تا برنامه مهم و رویداد مهم داره برگزار میشه. الان که در سالن 2000 نفری 5 مرداد هستیم، مسابقات جوجیتسو خدمت شما عرضم که در حال برگزاریه که یادبود شهدای آتش‌نشان استان هست. ما امروز پیاده روی خانوادگی داشتیم، 2 میدانی داشتیم، کشتی رو داشتیم، پارکور رو داشتیم و جشنواره روستای عشایری رو داشتیم. من از همینجا از همه مردم و از همه ورزشکاران، از همه دستاندرکاران برگزاری این برنامه‌ها تشکر میکنم و امیدوارم که هرچی بیشتر بتونیم ما انجام وظیفه بکنیم و مشارکت مردم رو چه در عرصه ورزش‌های همگانی و چه در عرصه ورزش‌های قهرمانی بیش از بیش داشته باشیم. از شما و اصحاب رسانه هم که با این حجم برنامه‌ها و خلاصه هر کدوم از دستگاه‌ها برنامه‌های متنوعی دارن پوشش میدید و پای کار هستید صمیمانه تشکر میکنم.